سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید که این چند روز ویدیو نداشتم چون که یک مشکل پیش اومده بود و امروز اومدم یک کدی بهتون یاد بدم که برمیگرده به حالت کارگردان و هر انسانی دوست داشته باشه میتونی برداری. بریم که رفتیم. راستی بچه ها این کدم واسه PS4 که خودم ویدیوشو گرفتم. خب بچه ها حالا شروع شد. الان اومدیم تو حالت کارگردان. الان میریم توی اکتور، اولین گزینه یعنی بازیگرا. خب الان اینا لباسایی که تنمون میکنیم میتونیم. بعد مثلا اینجا توی بازیگرایی که مثلا لب سالن، اینا امرجنسی سرویس یعنی سرویس های اضطراری. بعد الان این بدنساز من انتخاب کردم و وقتی خواستی انتخاب کنی هر انسانی رو باید زبدر بزنی و چند ثانیه صبر میکنیم تا بیاد. و بعد از اینکه اومد حالا میبینیم من از ترور تبدیل شدم به بدنساز. و بچه ها اگه میخواید پارت دومش رو بگیرم، اینو به لایکاشو به 100 تا برسونید. بعدش هم بچه ها توی پارت دوم میخوام بهتون بگم که مثلا ما بدنساز بشیم یا اینا چجوری میتونیم قابلیتاشو فعال کنیم که قدرتمندتر بشیم و بهتر بشیم. مثلا چجوری سوپر جامپ داشته باشیم و خیلی قدرت‌های دیگه و خیلی چیتایی که ما شاید بزنیم، مثلا تو گوگل و اینا یاد بگیریم بزنیم، میتونه اینجا از توی تنظیمات خود بازی اون چیتا رو فعال کنیم. و اگه میخواید پارت دومشو بهتون ویدیوشو درست کنم براتون، اینو ویدیو رو لایکاشو به 100 تا برسونید. ممنون میشم. خدا نگهدار.